سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 ینور تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باز یک سال تعقیب و تعدید، متن پاره گزارش سالانه سازمان هیومن رایتس واچ درباره تاجیکستان. ساکن اش در جریان مناقشه اویلوی همسرش را کار زده است. سقوط چرخبال ارتش قرقیزستان در کنار بیشکک، یک کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. اسرار میرزایی و حاجی محمود باز که او صاحبکاران بهترین پایتخت شدند. سامون ایر پروازها از خوجند به دوبای، جده و استانبول را آغاز می کند. و اکنون تفصیلات خبرها. سرکوب صداهای مستقل و انتقادی در تاجیکستان در سال 2023 نیز ادامه کرد. صدا سازمان غیر دولتی ناچار از کار ماندند، بلاگران مستقل دستگیر شدند، فعالیت بعضی از تشکیلات‌های مذهبی منع و محدود گشت. فعالیت چندین حرکت و حزب سیاسی که از طرف حکومت همچون خطر بررسی می‌شوند، از جمله حزب نهضت اسلامی و گروه 24 همان ممنوع است. چند عضو هر دو گروه مدت طولانی در محبس هستند و چند دیگر آنها را به طور مجبوری از خارج برمیگردانند. پس از آنکه اعتراضهای آسایشته سال 2021 و 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از زور پراکنده کرده شد، حکومت به سرکوب دگراندیشی در این منطقه ادامه داد. حکومت تاجیکستان اعتراف پامیری ها را به عنوان اقلیت علایده ملی رد کرد. زوراوری خانوادگی به ضد زنان و دختران هنوز به طور وسیع پنهان شده است. همجنسگرایان و ترنسگندرها از جانب مقامات حفظ حقوق تعقیب می شوند. بعد با استفاده از زور از طرف حکومت پراکنده کردن اعتراضهای آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و سرکوب دوامدار حامیان حقوق بشر، حقوق شناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان، مسائل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را بررسی می‌کردند، مقامات به بستن و یا ملی گردانیدن شرکت‌های شروع کردند که به بنیاد آقاخان تعلق داشت. چند سازمان غیر دولتی که از طرف بنیاد آقاخان سرمایه گذاری شدند بسته شدند. در نیمه اول سال 2023 مقامات تاجیکستان بسته شدن 239 سازمان غیر دولتی و در سال 2022 بسته شدن بیش از 500 سازمان دیگر را اعلام کرد. بسته شدن سازمان ها با تصمیم دادگاه و یا تصمیم خود سازمان ها احتمال نتیجه فشار حکومت بود. 5 تشکیلات از جمله اساسیت حقوق شناسان پامیر و دو گروه جوانان در منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان با گمان مناسبت با گروه‌های جنایی محلی بسته شدند. دادگاه‌های دوشنبه در ماه ینور درباره برهم دادن مرکز مستقل حفظ حقوق انسان حکم برآورد. این سازمان درباره مسائلی که برای دولت حساس می‌نمود، از جمله حق منزل و حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و قربانیان شکنجه فعالیت داشت. در ماه سپتامبر در جریان سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به آلمان برای ملاقات با صدر اعظم اولاف شولز، نمایندگان گروه 24 همایش اعتراضی تشکیل کردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان خویشاوندان آنها را بازداشت کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ایول صحیفه نو تاجیکستان را که به گروه 24 تعلق دارد به گمان تندگرایی منع کرد. همچنین صحیفه های مؤلفان این وبسایت در تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام منع شد. برای همکاری با این وبسایت جزا از آزادی محروم ساختند. به مدت تا 8 سال پیش بینی شده است. یک هفته پیش از این دادگاه عالی سامانه پامیر دیلی نیوز را که از نوگری‌های روزمره ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر میداد منع کرد. این نشریه یگانه رسانه‌ای بود که پس از سرکوب اعتراضها در سال 2022 از وضعیت ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارش میداد. در ماه مارس ژورنالیست مستقل خورشید فاضلوف با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع از جانب کمیته امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شد. در ماه می یک دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. در ماه فوریه به ضد روزنامه‌نگار مستقل و بلاگر تاجیک رستم جانی که در شهر پراگ زندگی می‌کند با اتهام تنقید مقامات تاجیکستان برای استفاده از تجهیزات زوراوری در پخش گردهمایی و آسایشته در بدخشان پرونده جنایی باز کردند. مقامات آلمان در ماه ینور عبدالله شمس‌الدین، یک فعال سیاسی را که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوند دارد، از این کشور راندند. در ماه مارس عبدالله شمس‌الدین
با اتیام دعوت عمومی برای به زوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهکار دانسته شده به 7 سال زندان محکوم گردید. در ماه آگوست حکومت بلاروس عضو گروه 24 نظام‌الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان استرداد کرد. مقامات تاجیکستان او را هنوز سال 2017 برای تنقید رئیس جمهور و حکومت بر روی خط بین المللی شخصان تحت جستجو گذاشته بودند. در ماه ایول و سپتامبر دو شهروند ترک امسال کوچ و کورال ورای که در تاجیکستان حق استقامت دائمی داشتند رد بوده و برخلاف اراده خود به ترکیه برده شدند. هر دو تقریبا 30 سال در تاجیکستان به حیث آموزگار در مکتب‌های ترکی وابسته به حرکت زیر رهبری روحانی فتح‌الله گولن کار کردند. تا به امروز 205 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در پی مرافعه‌های بسته و با اتهامات اشتراک در اعتراضهای آسایشته در این منطقه سالهای گوناگون از آزادی محروم کرده شدند. 11 نفر آنها حکم ابدی گرفتند، 85 نفر از 10 تا 29 سال و 53 نفر از 1.5 تا 9 سال محکوم گردیدند. هنگام نوشتن این گزارش حداقل 20 فعال حقوق بشر، حقوق شناسان و روزنامه‌نگارانی که حمل حکومت را در سال 2022 تنقید کردند با مهلت طولانی از آزادی محروم کرده شدند. بسیاری از آنها به خویشاوندان از شکنجه و رفتار بی‌رحمانه در زندان شکایت کردند. روز 7 ژانویه سال 2024 در نتیجه سقوط یک چرخبال حربی در کنار شهر بیشکک یک نظامی به هلاکت رسیده، 8 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت دفاع قرقیزستان وضع یکی از زخمیان را خیلی وزنی نامید. رسانه‌های محلی خبر دادند که چرخبال در نزدیکی دهه دوستوک سقوط کرده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت دفاع قرقیزستان، چرخبال می 8 که به نیروهای دفاع هوایی تعلق داشت هنگام انجام پروازهای تمرینی در حدود قسم حربی نیروهای دفاع هوایی قوه‌های مسلح این کشور سقوط کرده است. در نتیجه سقوط چرخبال یک خادم حربی به هلاکت رسیده، 8 تن دیگر جراحت برداشتند. 4 نفر آنها در رانیماسیون قرار دارند. یک نفر در حالت خیلی وزنین قرار داشته. وضع باقی مانده میانه وزنین ارزیابی می شود. گفته می شود در اطلاعیه وزارت دفاع قرقیزستان همه مجروحان در بیمارستان یوری تاجیلی بستری کرده شدند. مقامات مسئول وزارت دفاع و نیروهای دفاع هوایی قرقیزستان علاقه به تحقیق سبب‌های این حادثه سر کردند. برای انجام تحقیق یک کمیسیون مخصوص تشکیل شده است. گفته می شود بعد انجام تحقیقات نتیجه های آن نشر خواهد شد. قوه‌های مسلح قرقیزستان یکی از ارتش‌های از همه ضعیف در آسیای مرکزی دانسته می شوند. محتابی محمود و ساکن 50 ساله نویه فرخور بعد بازداشتش در نزدیکی بنای ریاست کارهای داخلی منطقه کولوب دست به خودکشی زده است. بنا به اطلاع منابع رادیوی آزادی، این حادثه روز 7 ژانویه سال 2024 در پی به ضد این زن از جانب شعبه کارهای داخلی نویه فرخور با شدن پرونده با اتهام قلابی و دزدی رخ داده است. یک منبع آگاه از ماجرا روز 15 ژانویه گفته است این زن سرکو نوشیده است، به بیمارستان میبرند ولی نجات دادنش نمیتوانند. سبب خودکشی این زن روشن نیست. در شعبه کارهای داخلی نویه فرخور روز 15 ژانویه مرگ محتابی محمودوف را تصدیق کرده گفتند نسبت به او با 2 بند کودکس جنایتی دزدی و قلابی پرونده بو شده. تفتیشات ادامه داشت. مقامات فرخور در این باره تفصیلات ندادند، اما یک منبع در مقامات امور داخلی منطقه کولوب گفته است این زن به آن متهم شد که گویا با استفاده از عکس دخترش با مرد در روسیه رابطه برقرار نموده از او پول میگرفته است. جوان میفهمد خانواده‌اش از مکان محتابی محمود و آگاه شده خواستند که او پولها را برگرداند. زن را گرفته به ریاست کارهای داخلی منطقه کولوب میبرند ولی پیش از در آمدن سرکو نوشیده است. نقل کرده است این منبع. حالا واقعه را داستانی شهر کولوب تحقیق دارد، اما معلوم نیست که آیا کسی را برای خودکشی این زن به جوابگری خواهند کشاند یا نه. محتابی محمود و روزهای آخر در دهه بلخوبی نویه مومن‌آباد در خانه دخترش میزیست. معلوم نیست که نظر نزدیکانش به این قضیه چیست. موردهای در نزد بنای ملیت قصد جان خود کردن ساکنان در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است، ولی سال 2020 عبدالغفور اسکاروف ساکن جماعت لاهور نویه رودکی به گفته پیوندانش برای حل مشکلات زندگی به نزد مقامات رفته بود. در نزد بنای حکومت نویه رودکی سرکو نوشیده خودکشی کرد. همین طور در همان سال 2020
ظریف عبداللهیف که 62 سال و نانوایخانه داشت به سبب پول نانهای به باغچه کودکان سپرده او را نپرداختن ریاست مالی شهر کولوب خود را در نزد این اداره آتش زد. اتفاقا آن وقت رئیس این اداره بختیار نظرزاده بود که حالا در کرسی شهرداری کولوب نشسته است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مدیر کل شرکت اویستو автомат اینداستری اسرار میرزایف صاحب شاهجایزه آزمون بهترین صاحبکار دوشنبه در سال 2023 شده است. سهم در استحصال الکتروبوس ها و کمک در رشد نقلیات جمعیتی اکولوژی تاکید شده است. اسرار میرزایف همچنین در نامیناسیون استحصال محصولات صنعت وزنین غالب دانسته شد. شرکت یکی اویستو автомат اینداستری از جانب کارخانه اویستو گروپ و شرکت ترکی اکیه ماه ینور سال 2018 تأسیس یافته به جمع و بست اتوبوس های موثر مشغول است. در نامیناسیون ساختمان، ترمیم و تعمیر جایزه به رهبر شرکت سرمنزل محمودجان مرادوف تقدیم گردید. حاجی محمودجان همچنین با دست خیر خود نام برآورده است و هر سال به چندین عائله نیازمند خانه و به هزاران عائله دیگر و یتیمان و سربازان کمک‌های غذایی تقدیم می‌کند. رهبر کمبینات شیر دوشنبه رحیم جان حاتمزاده در نامیناسیون صنعت سزاوار جای اول شده. در نامیناسیون استحصال محصولات صنعت سبک رهبر شرکت صفت صنعت حاکمشاه ایدیو غالب آمده است. در نامیناسیون سفدا جایزه غالب برابر شرکت بازار کاروان حلیم مولانوف سپرده شد. در سوای معماری و دیزاین رهبر شرکت دایرکت اینوست عبدالرسول اسلاموف برنده شد. غالبان در کاتگوری های دیگر مفرح محبتوف رهبر شرکت رخم در نامیناسیون کسبی و هنرهای خلقی، نوروز سبزایف رهبر شرکت صدای دوستی در نامیناسیون خوراک عمومی، ابوبکر مرادعلیف رهبر شرکت کانتنت اینوست در نامیناسیون خدمت معیشی، قربانعلی زویروف رهبر شرکت منزل خدمت رسانی رقم 5 در نامیناسیون خواجگیداری شهری خدمت رسانی منزلی و کمونالی و اکولوژی، مبارک شاه کتخانوف رهبر شرکت ایورودیز خدمت رسانی طبی استحصال داروواری محصولات و تجهیزات طبی، فیروز بیگموف رهبر شرکت مهمانخانه صفا در نامیناسیون خدمت رسانی در سوهای فرهنگ ورزش و توریسم، الهام روی پور رهبر شرکت مؤسسه تعلیمی مخصوص لیسه راهنما در نامیناسیون خدمت رسانی برای تعلیم، فرزانه سنگینو و رهبر جمعیت تشکیلات علمخانه در نامیناسیون خدمت رسانی برای رشد صاحبکاری، تعلیم، مارکتینگ، اودیت، پیشبری مصاحبات و کمک‌های حقوقی، سید احمد سلاموف رهبر شرکت دوشنبه آتا در نامیناسیون نشریات، دیزاین و رکلام، فردوس زیواروف رهبر او موبایل در نامیناسیون تکنولوژی‌های تلکمونیکاسیونی و اخبارات. آزمون صاحبکاران بهترین پایتخت چند سال باز با قرار شهردار دوشنبه رستم موملی به مقصد بلند برداشتن منزلت و نفوذ صاحبکاران در جامعه، تبلیغ دستاوردهای آنها در بنیادکاری و آبادانی، دستگیری همه‌جانبه و هوسمندسازی رشد منبعد صاحبکاری در پایتخت، رشد بازار استعمالی شهر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه‌گذاری وطنی دایر کرده می شود. یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر خبر داد که به زودی به انجام پروازهای مستقیم بین المللی در خط‌سیرهای خوجند دبی خوجند، خوجند جده خوجند و خوجند استانبول خوجند آغاز می کند. پروازها از فرودگاه‌های خوجند به دبی از سانحه 4 فوریه سال 2024 آغاز یافته هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه به نقشه گرفته شدند. از 6 فوریه پروازها از خوجند به جده هر هفته روزهای سه‌شنبه انجام داده می شود. پروازهای نخستین در مسیر خوجند استانبول خوجند سانحه 7 مارس صورت می گیرد. پروازها روزهای پنجشنبه انجام داده می شوند. علاوه بر این، بنا به اطلاع خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی سامون ایر از سانحه 22 ینور پروازها را از دوشنبه به الماتا هفته 3 مرتبه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و شنبه اجرا خواهد کرد. همچنین از سانحه 24 ینور سامون ایر شماره پروازهایش را از دوشنبه به تاشکند تا 3 پرواز در یک هفته زیاد می نماید. به این طریق پروازها به تاشکند روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه انجام داده می شوند.
کل پروازها توسط هواپیماهای بوینگ 737 800 و بوینگ 737 900 عملی می‌گردد. بعد به علت مشکلات مالیوی همه پروازهایش را قطع کردن شرکت تاجیک ایر، سامون ایر اینک 5 سال باز یگانه شرکت فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می‌رود. سامون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به شهرهای گوناگون روسیه پروازها انجام می‌دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار امسر خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 14 ژانویه سال 2024 تخمین ساعت 15:00 دقیقه مرد 32 ساله ساکن نویه 8 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه اویلوی با همسرش زن 31 ساله ساکن همونجا جنگ و جنجال نموده در جریان مناقشه با کرد یک مرتبه به شکمش ضربه زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب به سر همسرش کرد برداشتن ساکن 8 معلوم نیست. خود مرد دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن 8 بر اساس ماده 112 کودکس جنایی تاجیکستان برای رسانیدن آسیب وزدین به سلامتی تا چند سال زندان تهدید می‌کند. در روزهای آخر این حلقه دومین حالت رسانه‌ای شدن مناقشه خونین اویلوی در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا از بازداشت مرد 35 ساله ساکن نویه دنغره با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی خبر داده بود. خود گمانبر شونده و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه مقامات صبح 12 ژانویه سال 2024 تخمین ساعت 08:00 دقیقه مرد ساکن دنغره با سبب‌های رشک اویلوی به خانه همسرش زن 36 ساله ساکن نویه مذکور رفته دست و پایش را بسته با کرد آشخانگی 34 مرتبه به عضوهای مخصوصا مهم بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به ساکن دنغره برای آدمکشی با بیرحمی مخصوص بر اساس ماده 104 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان همچون جزا تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند. شام 15 ژانویه سال 2024 تخمیناً ساعت 18:30 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل استرا خدایبردیف اسرار سال 1983 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت در روی ماشینگرد جماعت دیهات اونچی نویه باباجان غفوروف از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد منصوروف عبدالقیوم سال 1970 ساکن نویه باباجان غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر منصوروف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری و در همونجا به هلاکت رسیده است. همچنین شب 15 ژانویه سال 2024 تخمین ساعت 20:00 دقیقه راننده автомашин تمغه لکسوس نیازوف محمد حسین سال 1998 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در روی ماشینگرد جماعت دیهات سامان شهر ایسار از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده با قسم پیش واسطه نقلیات پیادهگرد مرد شخصیتش نامعلوم تخمیناً 40-45 ساله را پخش نموده است که نامبرده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. از جانب کارمندان ملیس معین کرده شد که شب 2 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 22:20 دقیقه مرد 27 ساله ساکن نویه رودکی با راه پنهانی ترمینال دوشنبه سیتی بانک واقع در کوچه بورباد شهر دوشنبه را شکسته از داخلش 9030 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 10443 سامانی را تشکیل می‌دهد. این چنین در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن نویه اسپتامین با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده شب 11 نوامبر سال 2023 تخمین ساعت 23:50 دقیقه با راه پنهانی وارد مغازه فروش تلفن‌های موبیلی واقع در نویه اسپتامین که به مرد 28 ساله ساکن نویه مذکور تعلق دارد در آمده از آنجا 3000 سامانی و 5 عدد تلفن‌های موبیلی تمغه های گوناگون را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 6000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را
در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bamdad.com. خوش باشید.